باید توی چشمهات به بی‌نهایت فکر کنی و اون وقت به سادگی میگذره، خیلی راحت میگذره. سلام. نمایشنامه ستاره ها اثر آقای فلگیر نمیدونم اسمش سخته، از اول بگم. نمایشنامه ستاره ها با مرگ زوشا مادر یک خانواده شروع میشه که عزرا تنها فرزند اون خانواده که شاعر و نویسنده است قرار روز مرگ مادرش متن رو به عنوان متن سخنرانی بنویسه و صحبت کنه، اما روز در واقع تشییع جنازه عزرا نمیتونه حرف بزنه و این حرف نزدن برای 25 سال ادامه پیدا میکنه. عزرا تو این 25 سال به یک سفری میره و نویسنده شرح این سفر رو برای ما تعریف میکنه. نمایشنامه در مورد اینه که ما چطور، به نظر من، چطور میتونیم با سختی ها و درد و رنجی که هر روز باهاش شاید مواجهیم کنار بیایم. عزرا سکوت میکنه، به خواب میره و اونجا تجربه مرگ مادرش رو پشت سر میگذاره. درد و رنج مفهومیه که خیلی ها در موردش حرف زدن. به نظر من عصاره درد میشه رنج. خیلی از نویسندگان بزرگ معتقدن که این رنج موجب تزکیه انسان میشه، یعنی این رنج موجب رستگاری آدمه، اما خیلی هم در مقابلش نه، اون رو یک چیز بیهوده‌ای میدونن. دیالوگی داره در واقع عزرا با مادرش زوشا در زمان بچگیش، وقتی میخواد بخوابه از مادرش میپرسه وقتی خوابیم اونور چیه؟ مادرش میگه که وقتی خوابیم اونور همه چی هست، هر چی بخوای، سیل و طوفان‌های شدید، آب آروم که منتظر پیدا کردن زمینه، همه غمهات، همه شادیهات، حتی همه غمهای من، همه شادیهای من، پدرت، دایی جان، دوستهات با غمها و شادیهاشون، درست مثل همه غمها و شادیهایی که سر راه تو قرار میگیره. قاصدک‌هایی توی زمین بازی، داستان‌های خدایان، خود خدایان که کم هم نیستن، ژاندارم‌ها، شقایق‌ها، سر و صدای ساخت و سازها، همه ماشین‌ها، همه صفحه‌های نمایش، همه رئیس جمهورها، همه چهره‌ها، سگت که میدوه، شکلات سرد و خورشید صبحگاهی، کوه زیتون که تا حالا نرفتی، آبهای آزاد و خرس قطبی، همینطور سلولها، گلها، پرواز زنبورها تا بی‌نهایت و این پایین پایین پرواز پرستوها موقع شب به عنوان یه نشونه، بوسه هایی که یه لحظه از لای نرده یک کشور دوردست رد و بدل میشه، همه متون کهن، نوشته های تصویری، نوشته های ناپیوسته، نوشته ها از چپ به راست، از راست به چپ، از بالا به پایین، از پایین به بالا، همه کارت پستال ها، دونه های شن، اولین کفش دوزک، پنجره های نورانی شهر بزرگ توی شب و همینطور ستاره ها و غمهاشون و غمهاشون و شادیهاشون. وقتی نمایشنامه رو میخوندم به این فکر میکردم که چطور میشه که آدم از درد و رنج عبور کنه بدون اینکه بخواد به خواب 20 و چندین ساله بره. عزرا وقتی بیدار میشه دخترش رو میبینه که در زمانی که اون خواب بود به دنیا اومده و اون دختر 20 و چند ساله است. نتیجهش واسه من این بود، توی این سفری که عزرا میره 2 عروسک دوران کودکیش همراهیش میکنن، دیونیزوس و کوآگوانتاتاپاپو.
با این دوتا عروسک یک سفری رو شروع میکنه و تو اون سفر بچگی مادرش رو میبینه، دایجانش رو میبینه که همه بهش میگن ابلهه و به برگمن میرسه و بعد از اون بیدار میشه. حالا اینکه چه اتفاقاتی تو اون سفر واسش میفته بماند، ولی چیزی که من بهش فکر میکردم این که آدم چطور میتونه بدون اینکه به اون خواب بره از اون درد و رنج عبور کنه. حس من اینه که تخیل، یعنی تنها چیزی که کسی نمیتونه جلوش رو بگیره تخیل کردنه و خیلی از ماها بلد نیستیم تخیل کنیم و تئاتر به شدت میتونه تخیل آدم‌ها رو قوی کنه. تخیل به این معنی نیست که توی هپروت سیر کنیم. عزرا مرتب دارن باهاش اطرافیانش حرف میزنن و اون واقعیت رو میدونه که باید برگرده و تخیل دقیقاً اینجوریه. شما داری توی یک واقعیتی زندگی میکنی اما یک لحظه هایی رو واسه خودت نگه میداری و سفر خیالی خودت رو شروع میکنی. تمرین های تئاتر به آدم کمک میکنه که این تخیله پرورش پیدا کنه. خیلی ها هستن که این تمرینات رو آوردن تو دل مردم عادی. فرصت های خوبیه. بعضیاشون شاید به اون کاری که انجام میدن علم نداشته باشن، ولی میشه آدم های درست حسابی رو پیدا کرد، رفت و این تمرینات رو انجام داد. اولا تخیلش کشف کنه، بفهمه که چی هست و بعد از اون استفاده کنه. دیونیزوس دیالوگی داره میگه که به من از چیزهای زمانه خودتون بدین، زاناکس، والیوم، داروهای ضد اضطراب، ویاگرا، افیونها، باید شما رو درک کنم، سوژه های حقیر من. یه کاری کنید فقط بگذره. به من سریال همراه با بستنی خامه‌ای نشون بدین، درد دارم، درد. فکر کنم تو جهانی داریم زندگی میکنیم که پر از این درد هاست و تنها مفر ما خودمونیم. بزرگی میگفتش که انسان تنهاست و این رو توی لحظه تصمیم گیری میتونه بفهمه که چقدر تنهاست. شما وقتی تصمیمای مهم زندگیتون رو میگیرین، نه تصمیمای روزمره که چی بخورم چی بپوشم، وقتی دارین یه تصمیم خیلی مهم میگیرین، اون موقع میفهمین که چقدر تنهاییم. هر کی هر چقدر هم مشورت بده، در نهایت ما این که تصمیم میگیریم. حرفم این بود که تو این دنیا و این تنهایی که ما داریم، عبور از اون درد و رنجه که وابسته است به خود ما، تخیله که میتونه کمکمون کنه که بتونیم یه لحظه های ذهنمون رو آزاد کنیم و بریم جاهایی که تو این دنیا نیست، چیزی که دست هیچ کس بهش نمیرسه، که ما کجاییم و چی کار داریم میکنیم تو اون لحظه، بدون اینکه مثل عزرا بخوایم 20 و چند سال کنده بشیم از این دنیا. یعنی چی میخوابه؟ توی یک خوابیه دیگه، یعنی خواب به اون معنایی که شاید آدم‌ها رو میبینه. هیپنوتیزم شده، یعنی یه حالت اونجوری آدم‌ها رو داره میبینه ولی نمیبینتشون. یعنی موقعی که به خودش میاد یهو میبینه یه بچه 24 ساله داره؟ آره. و چه اتفاقی میفته؟ به خودش میاد، میپذیره. روزی در واقع برمیگرده که پیر پدرش فوت کرده و اینکه با مرگ مادرش در واقع از این دنیا کنده شده بود. روزی که به این دنیا برمیگرده مرگ پدرش رو تجربه میکنه و شرمنده است برای دخترش که من باید تمام این 20 و چند سال کنار تو میبودم و دخترش میگه که تو تمام این 20 و چند سال کنار من بودی. من رفتم دانشگاه، سینما خوندم، هر لحظه که سختی داشتم، درد داشتم، اومدم با تو حرف زدم و تو حرفامو شنیدی.
مونولوگ نسبتاً طولانی از زوشا هست که نویسنده هیچ علائم نگارشی، نقطه گذاری نذاشته و این تقریباً در انتهای نمایشنامه است. همه چیز کسی است. بوی برکه در تابستان، شکار لارو قورباغه، غروب آفتاب روی لبه دیوارک کوچه، روی امواج انتظار، دربار با پدر، چهره‌های مست زندگی‌های دیگر، اولین مراسم و آخرینشان، مرتب بودن کاسه ها روی میز کوچک، سیگارها، زمان از دست رفته، بازی‌های پشت میز، ترس از کار اشتباه، دست مادری که شکسته است، صورت‌ها، بمب‌ها، اتاق خالی، راه شیری در بوی گوشت، خنده‌های خانواده جدید، سماور در محل گرم، آرامش زمستان، ساعت پاندولی در سالن، ساعت پاندولی در اتاق مرگ، گربه محبوب گیاهان رها شده، اشک‌های کسی که به زودی خواهد رفت، موزیک مردان، راز جنگل‌ها، لالایی بچه‌ها، ببر تیزدندان، گرگ تاسمانیا، سنگ‌های جمع‌آوری شده، عشقی که مشترک نیست، وفاداری پرنده‌ها، خطر در دریاهای دوردست، ازدواج‌های قدیمی، مجسمه‌های غبار گرفته، انبارهای غارت شده، مورچه‌ها، صف مورچه‌ها، بوسه حلزون‌ها، نور روی کوه، رسیدن به قله، کوفته برنجی، تنهایی موجودات، لبخند زن برهنه، آواز نهنگ، لبخند مرد برهنه، لبخند کودک برهنه، همه درخت‌هایی که می‌افتد، پرواز مرغ مگسخوار تشنه که به آب می‌رسد، مردی که تجاوز می‌کند، کودکی که می‌کشد، سگی که زوزه می‌کشد، شهرها و زبان‌هایشان، آب نهر، دوچرخه افتاده، خنده گرم مسابقه، لذت احساس سرما، خیابان‌های زیر برف، موزیسین‌ها، چرت زیر درخت، پند اجداد، تنفر از ظالم، گاو برای کشتارگاه، دشت‌ها تا جایی که چشم کار می‌کند، انباری‌های کثیف بیمارستان‌ها، عروس دریایی‌های بیرنگ، تارهای عنکبوت که سوراخ شدند، زباله‌دانی‌ها، پلاستیک روی دریا، خدایان طلا، سفرهای دریایی. خوندنش هم سخته چون علائم نگارشی نداره. این متن‌ها که حالا همش رو نخوندم، وقتی میخونم ذهن منو مرتب میبره این ور اون ور. نمیدونم هدف چیه، خیلی نمیخوام، شاید اصلا بلدم نباشم که موشکافی کنم، ولی واسه من باز هم اینجوری بود که داره ذهن من رو مرتب به حرکت در میاره. این حرکت لازمه برای ذهنای ما، برای روح ما، برای جون ما که داره راکت میشه توی این دنیا. بعضی موقع‌ها درد و رنج انقدر زیاد میشه که دیگه تاب تحملش وجود نداره. تو این مواقع بعضی‌ها از اون فرار میکنن، اونقدر که حاضرن 24 سال 20 اندی سال از زندگیشون رو فدا کنن. اگر شما به درد و رنجی مبتلا بشین که تاب تحملش رو نداشتین، حاضرین 24 سال از اون فرار کنین و وقتی که برمیگردین ببینین یک دختر 20 و چند ساله دارین. دختری که شما وقتی از اون درد و رنج فرار میکردین وجود نداشته. دختری که الان دقیقاً همسن و سال همون روزهاییه که شما وقتی با اون درد و رنج مواجه شدین ازش فرار کردین. یه چیز دیگه هم بذار بگم حالا که دوربین روشنه. گاهی وقتا این درد و رنج انقدر زیاد میشه که فرار آدم‌ها تبدیل میشه به حذف فیزیکی خودشون. زمانی یک متفکر بزرگی کتابی منتشر کرد و ماجراش این بوده که یک آدمی اومد بهش گفتش که من میخوام خودکشی کنم
و تو منو قانع کن که خودکشی نکنم. اون آدم بزرگ شروع میکنه به معاصرین زمانش، متفکرین، از نویسنده، سینماگر، رهبر انقلابی، هنرمند، به 100 تا فکر میکنم از بزرگان زمان خودش نامه مینویسه و میگه که چه چیزی موتور محرک شما برای ادامه دادنه و بعد جوابهای اونها رو میگیره و تبدیلش میکنه به یک کتاب. اون کتاب در جستجوی معنای ویل دورانته. در فرهنگ ما این فراینده خیلی تعریف نشده بود، حداقل تا زمانی نه چندان دور، اما این روزها داریم میشنویم که آدم‌ها توی این جغرافیا زیاد دارن میرن به اون سمت. فکر میکنم که اونجا جوابهای مختلفیه، خیلی ها خانواده، خیلی ها کار و این چیزها رو موتور محرک خودشون میدونن. من میخوام مثل اون بزرگان نیستم، ولی نظر من هنوز همون تخیل است و اینکه آدم میتونه کار کنه، آدم خانوادهش رو داره، دوستانش رو داره، ولی خودش رو هم داره و قدرت تخیلش رو. یه چیز تعریف کنم، یه فیلمیه، نمیدونم دیدی یا نه، الان اسمش خاطرم نیست. شخصیت اصلی فیلم یه کنترلی دستش میاد که زندگیشو میتونه با اون کنترل تلویزیون کلیک، فیلم کلیک. شخصیت اصلی یه کنترل شبیه کنترل تلویزیون گیرش میاد که میتونه با اون زندگیشو کنترل کنه، یعنی هر جایی که نمیخواد، دلش نمیخواد، میتونه زندگیشو بزنه جلو. یعنی یه فیلم جالبه، جایی که مریض میشه یا اتفاقی براش میفته و نمیخواد اون سختی‌ها رو تحمل کنه، میزنه جلو و خیلی سریع میرسه به آخر زندگیش. میخوام بگم که زندگی ما پر از این درد و رنج هاست که اگر بخوایم همش هیچ کدوم رو تحمل نکنیم، خیلی سریع میرسیم آخرش. یعنی اصلا زندگی کلا درد و رنجه به نظر من. یکی از اساتید به نام تئاتر ایران میگه که من خیلی از جاهای دنیا رفتم و هیچ کس واسه شما اون درد و رنجتون در واقع ارزشی قائل نیست. اونجایی واسه شما ارزش قائل میشن که نحوه عبور از این درد و رنج هاست. چیزایی که امروز در موردش صحبت کردیم یا اون کتابی که در واقع حالا اسم بردم داره در مورد این نحوه عبور واسه ما صحبت میکنه که چطور از این درد و رنج ها عبور کنیم. قطعا انسان با این درد و رنج عجین شده و تا آخرش هم هست. بودی که واردی به قول این ترکا، بودی که واردی. البته احساس کنم اصلا بعضی موقع فکر کنم که فلسفه زندگی اصلا همینه که ما یک سری درد و رنج رو تحمل کنیم و به واسطه تحمل و عبور از اون درد و رنج هاست که ما بزرگ میشیم. گفتم خیلی از نویسنده ها و خیلی از بزرگان به این اعتقاد دارن، از جمله ظاهرا حالا اونایی که خیلی باسوادتر از ما شنیدیم، داستایوفسکی به این اعتقاد داره که تحمل رنج باعث رستگاری انسان میشه. اما خب در مقابلش هم نویسنده های بزرگی هستن که این حرف رو قبول ندارن. هرچی که هست ما باید انقدر خودمون رو بشناسیم و انقدر رو خودمون کنترل داشته باشیم که بفهمیم چطور میتونیم عبور کنیم. شاید آدم به آدم باز متفاوت باشه، برای هر کسی یه جور باشه، اما اینکه توی خیلی از ادیان، خیلی از مکاتب میگن که شناخت خود مقدم بر هر چیز دیگه یه کاربردش هم همینجاست که ما انقدر خودمون رو بشناسیم که بدونیم چجوری باید عبور کنیم. خیلی این حرفا گنده است، یعنی در زندگی واقع خیلی سخته، خیلی حرفه اینا، ولی نمیدونم. این نمایشنامه با 6 تا کاراکتر
قابلیت اجرا داره و نمایشنامه‌ای که میشه خیلی مینیمال. اون سفره به شدت سفر جذابیه. اون بخش سفر عزرا به شدت تئاتریه به قول معروف و میشه با یک دکور ساده و مینیمال اما خیلی جذاب و خلاقانه یه کار فوق‌العاده بست. بستی کارو. تمام شد دیگه تو تدوین در بیاره دیگه. دمش شما گرم. باش بیا بیرون. بذار خورده دیگه بشینم. تو رو خدا. اونم از تکون بخوره. بیا اینور بیا پیش ما. اونم از تکون بخوره. حالا انقدر تکون نکنه. بخوای خوب بلند شم. نه تو رو خدا.